درس ما شما ادامه داشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن زید گفت که ان النبی صلی الله علیه وسلم درس گذشته یقینا پیامبر صلی الله علیه وسلم اتا بثلثی مد یا اوتی آورده شد برش به 2/3 مد پیمانه فجعل یدلک و ذراعی شروع شد که می مالیدم بندای دستشه. مالیدن دست چطور بود؟ یعنی دلک. دیگه گفتیم فقها اختلاف داشتن ولی تفصیل داشت که ما تفصیلش براتون گفتم. بعضی میگفت واجب نیست، بعضی میگفت است، ولی یک گپ که ما گفتیم که در صورتی که اگه آب هیچ در بدن جای نمیگیره، سرد یا می باشه، اونجا واجب است که دست بزنی. اگر تو نباشه، گرم باشه، هوا و اینا آب میپرتی در بدن خود میگیره، باز اونجا مستحب است. حال حدیث دیگه از عبدالله ابن زید است که انه رأى النبی صلی الله علیه وسلم یقینا دید پیامبر صلی الله علیه وسلم یاخذ که میگرفت لوزنی از برای دو گوشایش ماء آب خلاف الماء الذی اخذ براسی، غیر از آبی که به سر گرفته بود. یعنی مس سر که میکرد غیر از او بر گوش دیگه آب میگرفت، آب جدید. اخرج البیهقی، امام بیهقی ایرا در سنن خود نقل کرده و هو عند مسلم، و این حدیث به نزد مسلم در صحیح مسلم که او کتاب احادیث صحیح است، من هذا الوجه، از این طریق به او لفظ نامده میگه، به لفظ و مسح براسه بماء غیر فضل یدیه، مسح کرد به سر خود با آبی که غیر از اضافه دستش بود. این روایتی که نقل شده است که یأخذ لأذنیه، پیامبر صلی الله علیه وسلم گرفت آب بر گوشای خود خلاف الماء الذی اخذ لراسی، غیر از آبی که بر سر خود گرفته بود. این روایت شاذ است. شاذ او را میگه که ثقه مخالف با وثق بکنه، یک راوی که ثقه معتمد از این که معتمدتر کسی است از او مخالفت کنه، باز شاذ که است مقبول نیست، حدیث رد میشه. و روایت دوم که است و مسح براسی، مسح کرد به سر خود که به نزد صحیح مسلم است، امام مسلم در صحیح مسلم، بماء با آب غیر فضل یدیه، غیر از اضافگی دستش، یعنی با مو آبی که سر مسح کرده بود چی دستارش شده بود مسح کرد به سر خود با آب غیر از فضل یدیه، غیر از اضافگی دستش، یعنی که به سر آب جدید گرفت، دیگه آب گرفت. این تو آمدگی است، یعنی تو نامده که به گوش دیگه آب گرفته. این محفوظ است و روایت دوم که محفوظ حکمش است که مقبول است، یعنی به او عمل میشه، و شاذ که است رد میشه. خب اینا اختلاف در بین علما که آیا انسان بر گوش خود، چون که اینجا دو نوع روایت آمد، آب جدید بگیره یا نگیره. دو قول و نظر از ائمه مجتهدین است. یکی که مشروع است میگه بگیره، آب جدید بگیره، یعنی مس حرکت با دیگه که یا مس گوشه میکرد دیگه آب جدید بگیره و با گوشه خودم مس کن. این مذهب و نظر امام شافعی مذهب و مالک، امام مالک دو مذهب. و روایت، یک روایت از احمد ابن حنبل، از او دو روایت است. یک روایت است بگیره، دیگر روایت است که نگیره. شاید این حدیث برش پسان معلوم شده که ضعیف بوده، بعد از گفته نگیره. دلیل از اینا چند دلیل است. یکی روایت بیهقی بیشتر ما خواندیم ما شما که انه رأى النبی، عبدالله ابن زید میگه دید پیامبر را صلی الله علیه وسلم یاخذ که گرفت میگرفت لوزنیه برای دو گوشه خود ماء آب خلاف الماء الذی اخذ براسی، خلاف آبی که به سر گرفت، یعنی به سر که آب گرفت مسح کرد، غیر از دیگه آب جدید گرفته. یک دلیل شان است. دوم دلیل میگه امام مالک در موطأ از نافع ابن عمر نقل میکند که انه کان، عبدالله ابن عمر بود، یاخذ الماء باصبعیه که میگرفت آب بر دو انگشتایش، لأذنیه برای گوشایش، یعنی بر گوشایش دیگه آب میگرفت. و صححه البیهقی، باز بیهقی میگه این صحیح است. خب اگه صحیح باشه این گپ صحابی است، یعنی گپ پیامبر نیست، عمل صحابی است. قول اول امیست که مذهب شافعی مالکی، یک روایت از احمد ابن حنبل. دوم قول و دوم نظر است که لا یشرع، مشروع نیست، یعنی آب جدید گرفتن.
اما آبی که سر مسح کردی باز که تو نمو آب باقی که در دست مانده گوشای هم مسح کن. آب جدید نگیری، ناجایز است. و اینما مسحان میگه مسح میشود بالبلل المتبقى بعد مسح، بمو تری که باقی مانده بعد از مسح سر، کدام تری که در دست مانده که تو نمو مسح میشه. این مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، یعنی احناف و نسب الى جمهور العلماء، این با اکثریت علما نسبت داده شده که آب جدید نگیره، نامشروع. و اختار ابن منذر و ابن منذر این را انتخاب کرده از علمای محدث دیگه، و ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن تیمیه هم میگه نگیره، و شیخ ابن باز از جمله علمای بزرگ مفتی اعظم عربستان است. میگه انه لم يثبت انه صلی الله علیه وسلم خدمان جدیدا لوزنه. دلیل از اینا چیست؟ میگه ثابت نشده که پیامبر صلی الله علیه وسلم آب جدید به گوشا گرفته باشه، برای گوش نو آب دیگه آب گرفته باشه. و کسایی که نقل میکنن صفت وضوء پیامبر و حدیث قبلی ما شما خواندیم، عثمان و غیره، کلشان ذکر نکردن، در بخاری مسلم کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای گوشای خود آب جدید گرفته باشه. واقعا ما شما خواندیم قبلا در بخش وضوء چقدر خواندیم، این تو نقل صحیح وجود نداشت. و ابن قیم میگه ولم یثبت انه صلی الله علیه وسلم اخذ لهما ماء جدیدا. میگه ثابت نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش آب جدید برای گوشا گرفته باشه برای مسح. و انما صح ذلك عن ابن عمر، صرف از عبدالله ابن عمر این ثابت است که آب گرفتگی است، و گپ عمل صحابی به ما شما دلیل شده نمیتونه. دوم دلیلشان است که قول الرسول صلی الله علیه وسلم، پیامبر میگفت الاذنان من الراس، گوشا از جمله سر است، اینا سر که مسح میکنی باید آب گوشام بکن. این هم دلیل قوی است. و این حدیث مرفوعا صحیح نیست، میگه از عبدالله ابن عمر موقوفا ثابته که پیامبری گپ گفت. و دیگه ای که عبدالله ابن عمر حدیث ابو داود نقل کرده، او را میگه که از عبدالله ابن عمر ان النبی صلی الله علیه وسلم مسح براسه و ادخل اصبعی سباحتین فی اذنیه و مسح بابهامه ظاهر اذنیه. میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم مسح سر خدا، باز میگه داخل کرد هر دو انگشتای سباحه را در گوشای خود و مسح کرد به ابهام ظاهرش، یعنی پشتش، و ذکر نکنه که انا او اخذ ماء جدیدا. در این حدیث نامده که آب نو گرفت، یعنی به مو مسح سرم چیز کرده، مسح کرده، به مو آبی که سرم مسح کرده گوش هم مسح کرده. خب اینجا دو نظر شد، کدامش صحیح است؟ امی قول صحیح است، یعنی قول مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله و جمهور علما، این صحیح تر است و این راجح است که آب جدید نگیره. ردش چیست؟ اینال سوالی است خیلی جواب از اونا رو چی میگن که اونا یه حدیث استدلال کردن. نه؟ جواب قول اول که شافعی ها و مالکی ها بودن، یعنی روایت احمد بن حنبل، این است که روایت بیهقی دو جواب داره، یکی که شاذ است، شاذ از جمله حدیث ضعیف میاد، و شاذ که حدیث مقبول نیست و او عمل نمیشه. و دیگه محفوظ که از روایت مسلم است از عبدالله ابن زید که انه صلی الله علیه وسلم مسح برأسه بمن غیر فضل یدیه، پیامبر صلی الله علیه وسلم مسح کرد به سر خود با آب غیر از آب اضافه‌ای دستش، یعنی برای مسح آب جدید گرفت اما سر مسح کرده، نگفته که گوشا را آب جدید گرفت. یعنی بعد از اینکه دستای راست خودش شست با چپش تا اونجا آب گرفت به سر خود، برای گوشا نگرفته. یعنی در حدیث میگه که برای سر آب گرفته، نه که برای گوش آب جدید بگیر. یک دلیل. خب این دلیل که هست، یعنی بیهقی روایت کرده بود و ثابت نیست. دومی که به فرض صحتش میگه او را ما صحیح هم بگویم، پس اون محمول است به این که آب در دستایش باقی نمانده. یعنی کسی سر خودم مسح کرد هیچ آب تر نماند، باز اون وقت میتونه که آب بگیره، یا شاید بعضی اوقات آب تر در دستش نمانده سر که مسح کرد، اگه آب میمون هیچ وقت آب جدید نمیگرفت. ابن منذر میگه که و غیر موجود فی الاخبار ثابته، در اخباری که ثابت است، احادیث ثابته موجود نیست در این صفت وضوء پیامبر که او گرفته باشد برای گوشه خود آب جدید. پس راجع میشد که آب جدید نمیگیریم. این اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله و غیره
احمد بن حنبل و غیره دلایلشان قوی تر است نسبت به او. به این خاطر صحیح و قوی است، ما شما به این عمل میکنیم. این همی است گپ ما که میگن مذاهب یه نقل میکنیم، مذاهب قبول داریم، کلش احترام داریم، خودم مذهبیستیم، اگر به خاطر که نمیگیم که ما قبول نداریم. هر مذهب گپایشه که با دلیل باشه و اینمی خود ائمه مجتهدین به ما همی هدایت داده که هر وقت شما دیدین گپای ما موافق قرآن حدیث بود عمل کنین، نبود نه، ما به مو گپ خودشون میکنیم و در مذهبشان هستیم. این کسی که میگه نیستی در مذهب بلا در پسش که میگه بگوی دیگه و میگه نیستی در مذهب به مذهب ها و مچم چطور چنانو گپای میزنه لا مذهب و به مذهب. کیفیت مشروع در گرفتن آبی که مسح شود سر چه قسم میانی آب انسان بگیره؟ صفت اولی است اما کیفیتش در حدیث آمده. آب که به سر میگیریم چه قسم میگیریم؟ یکی است که انسان به دست راستش یک قمزه آب بگیرد، بازو را سپرتا و مسح کند آنچه که باقی ماندگی است، یعنی آب میگیره پس میتکانه آب باز مسح میکنه. یک کیفیتی است. در حدیث عبدالله بن عباس آمده قال فلا تحبون، عبدالله بن عباس گفت که آیا دوست ندارین؟ دیگه صحابه را گفت ان اوریکم کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا، که ما براتون نشان بدم چگونه پیامبر وضو میکرد. سوال کرد خوش دارین؟ کل صحابه گفتن که بله بله بر ما بیان کو. با دو آمده وضو کرد با ثم قبضه من الماء، با یک قبضه آب گرفت ثم نفض یده، با دست خدا تکان داد، یعنی امو یک قبضه را که بگیری اگر ایره کلش در سر پتی خطر میشه پس ایره انداخت. باز چی کار کرد؟ و یمسح بفضل راسه، باز امو ثم مسح براسه و باز مسح کرد سر خدا و اوزنه گوشای خدا، هم سر مسح کرد هم گوش. رواه ابو داود، ابو داود نقل کرد و حدیث صحیح است. دوم صفت دومیش است ان یغرف غرفه بید الیمنا، ثم یک غرفه آب به دست راست بگیره، غرفه میره میگه با ثم یتلقا بشمالی، اگه ای تو گرفت در دست چپ خود پرتا حتی یدا علی راسی، بازی را در سر خود بانه بدون نفس، یعنی ای تو بگیره در ای پرتا بدون از اینکه طور کنه، اینطور نکنه پس ایره که دمی انداخت چیز کنه. خونیام یک ذره آب زیادتر می باشه از اینکه بگیری بتکانی یا کمی آبش کم میشه، اما ای تو که دهی بگیری کمی آبش اما تریش اضافه می باشه، دست که تر میشه. دی حدیث در حدیث چی آمده گیست؟ این در حدیث معاویه آمده، ابو داود نقل کرده، حدیث صحیح است. معاویه رضی الله عنه انه توضا للناس، می وضو کرد بر مردم کما را رسول الله صلی الله علیه و سلم یتوضا، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده بود که وضو میکرد. فلما بلغ راس، وقتی که در سر رسید غرف غرفه، یک غرفه آب گرفت فتلقى بش، یک غرفه گرفت کتیده با دست چپ خود انداخت حتی وضعها على وسط راس، با تا اینکه در وسط راس ایره بالا کرد، حتی قطر الماء، تا اینکه قطره آب میگم میریخت، قطره آب قطریش ریخت. یعنی هر دو طریقش وانا ثابت است و صحیح است. دل کسی که میگیره میتکانه یا همیتو بردوش عمل کنیم، گاهی بوشه و گاهی شاید پیامبر یک وقت خوره کرده باشه و یک وقت هم این عمل کرده باشه. با کلش جایی که حدیث صحیح می باشه و یکش با دیگهش تناقض نداره بردوش عمل میشه، بر کدامش حدیث صحیح باشه ما شما عمل میکنیم. اوش که صحیح و قوی است زیاد کرده زیاد عمل میکنیم، کم عمل کرده کم میکنیم، یعنی طور ما نمیکنیم که حدیث که صحیح باشد او را بانیم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه قال میفرماید سمعت، ما شنیدم رسول الله از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول که میگفت ان امتی، یقینا امت ما یاتون میان یوم القیامت، در روز قیامت همی امت مسلمان چه قسم میان؟ غرا محجلین، بسیار روشنی دهنده، نور می باشد در رویشان در دستایشان، من اثر الوضوء، از آثار وضو که است در روشنی میته و برق واری روشنی میته. فمن استطاع منکم، هر کس شما توانایی دارد ان یطیل غرته، و اینکه زیاد بکنه اما روشنی خود، فلیفعل،
این کارا بکنه. متفق علیه. این حدیث بخاری مسلم نقل کرده و لفظش از مسلم. لفظ بخاری دیگه لفظ است. خب تا اینجا ما شما خو احادیث کیفیت وضوء پیامبر خواندیم. حال فضیلت است. وضوء چقدر فضیلت داره، چقدر برتری داره در این حدیث، چقدر ثواب داره. بعضی ثواباش قبلا هم خواندیم. این دیگه است که هر گناهی که انسان وضوء میکنه گناهش میریزه، نه از چشمش میریزه، از گوشش، حتی از بینیش و از پایش، کل گناهای کوچکی کرده. خب در این حدیث آمد ابو هریره میگه ما شنیدم گفت ان امتی یقینا امت ما. کدام امت؟ یکی امتی است کافر است، یکی امت مسلمان. جوابش است که امت اجابه. امت اجابه ای را میگه که دعوت پیامبر قبول کرده، قرآن پیامبر کرده قبول کرده، رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کرده. اینمی امت. یکی امت دعوت است. امت دعوت کافرها را میگه که دعوت برشان شده ولی قبول نکرده. و هم المسلمین، مسلمانان. گاگای استعمال میشه امت، هدفش امت دعوت می باشد. اینجا هدف نیست، اینجا امت اجابه. می فرماید که پیامبر گفت که امت ما مسلمانا میان در روز قیامت غرا محجلین. غر کسی کلمه جمع غر است به معنی زو غر، یعنی صاحب روشنی. اصل غر به معنی لمعتون، یک داغ سفید می باشد. یک داغ سفید، علامه سفید که در پیشانی اسب می باشد. مثلا اسب رنگ سرخ است، یک داغ سفید در میجه شما است، رنگ سفید. باز اصلش خوره میگه. باز امی کلمه غر استعمال می شود در جمال، در زیبایی، در شهرت، طیب و ذکر. یا کسی که خوب مردم مور صفت میکنه در اونا استعمال می شود. مراد در اینجا نور است. نور روشنی که کائن می باشه، ثابت می باشه در روی امت محمد صلی الله علیه وسلم در روز قیامت. روشان روشنی میده. یعنی اینا وقتی که دعوت می شوند پیش روی اشهاد، شاهدا، کل دیگه امت ها نود و آواز میشن به آزل بینمی و ای امت محمد که روشن است روی ایتان بین. هر کسی میگه که رویش روشنی میته دستش بیاید جدا شد. اینی جاست که مسلمان ها میاین و یا به می صفت که رویشان روشنی میته، می آثار وضو. شاید که در اونجا دیگه تاریکی دیگه جای بدن معلوم نمیشه، رویشان روشنی داده میآیند. و این کسایی که وضو کنن، وای به کسایی که وضو نمیکنن، نماز هیچ نمیخوانن، یا دیگه ما فکر میکنن رویشان زغال واری تاریک میخیزن و بسیار حالتشان خرابه. زیرا که نماز نخوانی خواهد تا بسیار دلایل است که انسان دعوت شوه و بار بار گفته شوه نخوانه، میگه ایمان خدا دست داده، حتی کافر میشه. اگر که اختلاف است، اما بسیار این طرف مذهب حنبلی ها همیست که نماز کسی قصداً ترک کنه کافر میشه. نظر مذهب حنبلی است. انشاءالله بعد ما شما میخوانیم و ترجمه میته، الله بخواهد ما شما را برسانه. محجلین از تحجیل گرفته شده. غور فهمیدیم که هدفش نور است و مو داغی که در پیشانی است میباشه، هدفش در حدیث نور. تحجیل گرفته شده. تحجیل چرا میگه؟ بیاض، سفیدی است که در سه پایهای اسب میباشه. همین اسبی که سرخ است باز بسیار کره باشه، سه پایش که است این سفیدی داره، بغلای ساق پایش، ساق پایش که است سفیدی می باشه. این اسبا بسیار خوب است می باشه، یعنی رنگ سفید می داشته باشه. مراد در اینجا نور است، یعنی غور محجلین بسیار روشنی میته از اثر وضو. اثر وضو من از جهت من تعلیلی است. اثر میره میگه که بعد از یک چیز پیدا شد. یعنی امی وضو که چشم روی میشویم، دستارا میشویم، پاها، سر ای در روز قیامت روشنی میته روی دستا و پاها. و پیامبر صلی الله علیه وسلم امت خود عظمی میشناسه. دیگه امت هم پسان میخوان وضو گپا کده ولی اونا روشنی ندارن. این امتی که پابند بوده به اسلام و کل اسلام و دیگه وضو هم کده رویشان، دستایشان، پاهایشان روشنی میته و پیامبر هم اونا را آواز میکنه و بسیار نعمتهای خاص باز بر از اینا داده میشه. بعضی دلایلی که وجود داره در برتری وضو، یعنی وضو چقدر ثواب داره، فضل وضو. یکی حدیث و امی باب که امت ما پیامبر میگه در روز قیامت با نور میآیند که از آثار وضو باقی ماندگی، روایشان روشنی میته و سفیدی میته، سفید معلوم میشه. در دیگه این خو حدیث است، حدیث صحیح ما شما بخاری مسلم. دیگه حدیث است پیامبر صلی الله علیه و آله میفهمه الطهور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان است.
این هم بخش بزرگی از ایمان است. این امام مسلم نقل کرده. سعی کنین طهور گفتم بخش ایمان است. از این فهمیده میشه که عمل هم جز ایمان است، یعنی اعمال جز ایمان است. پس انسان همیشه پاک باشه و با وضو باشه، گفتیم کوشش کنیم ما شما، و لباسش پاک باشه، دهنش پاک باشه، بدنش پاک باشه، مکانی که زندگی میکنه، خانه و محیطش پاک باشه. پاکی این بخش ایمان است. متاسفانه بعضی مسلمان ها رو میبینی قمردار، بدنش بوی میتن، لباسش ببینی، خانهش ببینی، فامیلش ببینی، اولادایش ببینی، تو بوی ناک مردار میباشن. فکر میکنی که دینشان یاره میتونه نجس مردار باشه، در حالی که دین برش میگه که چیکو پاک باش. دیگه ما شما یعنی کوشش کنیم که خوب پاک باشه. چقدر که پاک خیر، لباس جلوبل ضرور نیست، نو کنه باشه ولی پاک باشه. پاکی با صفایی دهن و جسم و بدن. و به می خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود که هر جمعه غسل واجب است که غسل کنید. صحابه به خاطر که بسیار گرم بود و یا ذره چی می شدن، ناپاک می شدن. و حدیث دیگه در صحیح مسلم از پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مکتوبه فیحسن وضوءها و خشوعها و رکوعها الا كان كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله. چه یک حدیث زیباست. نیست هیچ یک مسلمانی، شخص مسلمان مرد باشه یا زن باشه، یحضره صلات مکتوبه که حاضر میشد برای نماز فرض. اینم یاد دیگه مثلا 12 و 8 دقیقه که شد نماز فرض داخل شد، که داخل میشه چی میکنه؟ فیحسن، عاجل دیگه زیبا میکنه وضوء خود را، خوب وضو میکنه. حسن وضو را براتان گفتیم نه که سه بار عضو بدن بشویی، مسواک بزنیم تو زیاد نشه. و خشوعها دیگه، خشوع یعنی بسیار چی میکنه؟ با خشوع نماز میخوانه، با خشوع یعنی حضور قلب داره. خشوع در نماز چطور پیدا میشه که معنای نماز بفهمی. و رکوعها، رکوعش خوب، اینطور نه که مرغوار نول بزنه، نه نماز افغانی نخوانه. حال نماز افغانی که مرغوار نول زدن است. نمازی که اسلامی، نمازی که نبوی پیامبر گفته، قرآن گفت، این قسم نماز رکوع بسیار خوب که پشتت برابر شد باز تسبیحات بگویی و هر قدر که اضافه بگویی. حتی در شروط صلات هم کتاب مذهب حنفی مشهور است، میگه 7 بار بسیار ثواب داره. 5 بگویی، 7 بگویی، زیاد بگویی، هر قدر زیاد بگویی ثوابش بالا. رکوع الا كانت کفاره، خشوع، خوب وضو، خوب نماز، رکوع خوب خشوع حضور قلب، الا كانت کفاره، مگر این کفاره میشه لما قبلها، و گناهی را قبلا انجام داده من الذنوب، تماما گناهش محو میشه. شرطش همیست صحیح وضو. حالا افسوس که افغانای ما صحیح وضو نداره نه. و خشوع را خود نمیفهمه به خاطر که معنای نماز یاد نداره. رکوع این خوب بیخی مرگ واری نول میزنه گاهی. امی الله اکبر که میگه رکوعش در راه است، خب استاد نمیشه که امی الله اکبر میگه سبحان 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 سمی الله میره دیگه، همون تو ربنا ولک الحمد در سجده، همونجا هم که میرسی سبحان سبحان الله، پس الله اکبر الله. حتی امام ها میتون میکنه متاسفانه. فقط بگو امام مسجد کسی دواندگی است نه. ما در یک مسجد رفتیم واقعا دیدیم یک بسیار مولوی صاحب کلان بود، فهمیدم بود، چی بگویم دیگه نامش نمیگیرم، اما تو نماز خوان. اما حدیث بخاری را که یادم آمد که در بخاری میاد که مو سه بعد پسان ما شما میخوانیم، یک نفر آمد عربی بود نمیفهمید، از شهر دور بود، یک بار نماز خوان، پیش پیامبر آمد سلام داد، پیامبر صلی الله علیه و برش گفت که علیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان، دو نماز نخوان. باز رفت نماز خوان، باز آمد السلام علیک یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و برش گفت قم فصلی فانک لم تصلی، استاد شو نماز بخوان، نماندش گپ دیگه، تو نماز نخواندی، اگر این 2 دفعه خواند. باز رفت خوان، باز اونمو گپ بود، هم مثل سابقه. باز آمد سلام داد گفت قم فصلی، برو نماز بخوان زیرا تو نماز نخواندی. باشش که فعلمنی یا رسول الله، بر ما یاد بده رسول الله. یا حدیث در بخاری مسلم. باز پیامبر هم برش یاد داد تو باز اینجا میگه که رکوع تا بسیار با اطمینان، سجده تا با اطمینان. پس از اونجا فهمیده میشه که تعدیل ارکان، یعنی هر رکن نماز بسیار با اطمینان، بسیار با حضور قلب و بسیار درست کامل خوب درازتر. یکی از فرض است، فرض
اگر که مذهب حنفی میگه واجب است، به خاطر که میگه خبر واحد چطور، ولی دلیل و گپا قوی نیست، اما فرض و میگه واجب است. حالا حنفی هم میگه واجب است. کسی میگه نمازش هم تو بود ناقص است، نماز ناقص، ولی ببینی که امی دیگه کسا ناق مذهب امام صاحب بدنام میکنن. این تو نماز میخوانه که بگو چرا قطعیس خواندی؟ میگه من حنفی هستم. اوه حنفی، تو با نام امام صاحب بدنام کردی. کی گفته امام صاحب که تو خودت تو نماز میخوان، خودتان میگه که در یک رکعت نماز کل قرآن ختم میکرد، رکوعش 1 ساعت میبود، سجدهش 1 ساعت دیگه میبود. حال تو چطور قسم میخوانی باید میگی حنفی هستم؟ امام صاحب او در عبادت خود بسیار دراز میخوان، امام صاحب بدنام میکنن. این ظالمات دیگه نماز میخوانه. و مولوی صاحب دیدم که امو تو خان، یه حدیث براتون گفتم، ما که یک استاد دیگه هم بودیم، دیدیم که مردم برای گفتیم این نماز خود نشده، با خاطر که می الله اکبر با الله اکبر این رکوع سجده ما نتانستیم. هم یک بار سبحان ربی العظیم نگفتیم، الله اکبر هم یک دفعه هم گفتن نمیتانستیم. در بین 2 سجده خود نمیشست، الله اکبر الله اکبر. یکم تا ببینی که از مدت خود یک بلندم نمیکنه، الله اکبر، پس الله یک نمیشینه، در حالی که 2 سجده و نشد، 2 سجده فرضه. بعد از او باز استاد شدیم. خب کلگی که رفت نماز پیش خود خواندیم، یکی ما امام شد دیگه مقتدی، و مقتدی ها متوجه ما بود که یه والا دور داد چی گپ بود. رفتیم گفت چی گپ است؟ مولوی صاحبا ما شما را شناختیم، مولوی هستید، شما چرا نماز اثر خواندید؟ گفتیم اثر خواندیم. اون نماز گفتیم یک نماز قضایی داشتیم. باش حالا یا خفه نش. گفت که نه کدام گپ بود، نه که نماز دان نشه. خود مولوی هم آمد قال مقال کرد، ما نه که پشت ما نماز دان نمیشه. ای تو فکر کرد که یا پشت دیگه که از نماز نمیخوان. گفتم نه او گپ نیست، یک ذره مشکلات داشتیم. نه بگو قال مقال کرد. خواهی که بگویم بیا در گوشت میگم. گفت نه بلند بگو بلند. گفتم خواهی بلند که بگویم مولوی صاحب همین نمازت نشده، همین نماز این مردم. گفت خواهی ما که پشت ازی میخوانیم این نشده این نمازای ما؟ گفتم ما کار نداریم شده نشده، ولی همین نماز به حدیث برابر نیست. پیامبر صلی الله گفته که این نماز باید دوباره خوانده شود، 3 بار خوانده شود. 3 بار 4 بار صحابی خواند ردش کرده. قال مقال انداختن. گفتیم جنجال نکنین، بیار حدیث بخاری را برات میکشم که نماز نشده. بعد گفتیم مولوی صاحب دیگه تو این کارا را چون با خوشحالی مردم این کارا میکنی. اگر در مذهب میگی در مذهب هم نیست، اگر در حدیث میگی در حدیث هم نیست، اگر در قرآن میگی این فقط مذهب شکم است، مذهب شکم است دیگه، از شکم ترس کی بود همون کارا میکنی. با جای در جنجال کردن، خلاصا ما چون قبول کردن نکردن، با نصیحتش کردیم دیگه. گفتیم امی میشه که بر شما یک درس عملی باشه که این قسم نمازا نمیشه. تو که این هم فرض بود، ما چون در تراویح چی میخوانی؟ در تراویح 20 رکعات و 30 رکعات خب والله عالم مولا و مقتدیش معلوم نمی باشه. نی الحمدلله رب العالمین الله اکبر میشه، الله اکبر الله اکبر، غیر الله اکبر میشنوی خلاص یکی السلام علیکم دیگه چیزی رو نمیفهمی چی گفتی. و قال صلی الله علیه وسلم فکر کنین که خشوع رکوع این کفاره گناه هاست، یه بدون علم نمیشه. بعد میگه ما لم یؤتی کبیره، تا که گناه کبیره را انجام نده، و ذلک الدهر کله، این کل زمانه. یعنی تا که انسان گناه کبیره نه، گناه کبیره یعنی بخشیده نمیشه، گناه صغیره. گناه کبیره چطور؟ توبه کنم. توبه کنم کار سخت نیست، آسان است. یعنی میال تصمیم بگی در قلبت که دیگه گناه نمیکنم، خلاص یعنی توبه است. و همون گناهی که میکردی ترکش کو دیگه. اول باید گناه را ترک کنی، دوم پشیمان شوی، سوم به زبان استغفار بگویی، چهارم تصمیم جدی باشه که دیگه به این گناه نمیرم. الله چیزی که پاک صفا مثل که نو از مادر تولد شوی، مرگت بیا سیده جنت. به خاطر پیامبر میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کنده از گناه مثل که هیچ گناه نکرده. حتی اگر بسیار توبه اخلاص بکنی، بسیار باز عمل صالح کرده بری، حتی الله میگه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما گناهتون به نیکی تبدیل میشه. سبحان الله. یا الله گناه ما را به نیکی تبدیل کن. دیگه همین تو یک توبه کنین. خب گناه زیاد است، غفلت کردین، به علم بودین، جاهل بودیم، هر کدام ما دیگه توبه کنیم و رجوع کنیم به الله، تعهد کنیم که کل اصلاح 100% عملی میکنیم. یک ذره شام نمیمانم، نه مستحب میمانم، نه سنت و نه فرض.
اجتناب میکنم از گناه، حرام باشه مکروه باشه، تحریمی باشه تنزیهی باشه، هر نوع چیزی که ممنوع او را ترک میکنم. بیاین که این میال ما و شما قلبا میال تصمیم بگیریم و میال توبه بکنیم و بعد از یک دو رکعت می تو یک نماز بخوانیم. خب که دیگه تصمیم مهمی که دیگه گناه پشت مردم نگرد. چی میشه چطور میشه این میال تو میشینی اگم تا می خیر چند وقت بعد مرگت می با چی جواب میدی؟ وقت نداره مرگ. خب هیچ قسمی پاک شو از گناه که مرگت آمد پیش الله هیچ نوع نقصان نباشه، هیچ نوع گناه نبا، پاک برو. زیرا الله در قرآن میگه و من یاتی ربه مجرما فإن له جهنم. هر که پیش ربش مجرم آمد جرم جنایت گناه کرده بود یقینا از برای زیادش است. دیگه مجرم نریم. خب پاک کنیم خدا مطابق توان عمل کنیم. ولی یگام تا را ببینی یگام گناه میکنه چرا تو میکنی؟ صبر کو بخیر چند روز بعد چند روز بعد ضمانت کردی مرگتا باز امور ببینی که میمره باز می توبه میکنیم بخیر ای توبه هم نمیکنه یک اجر رفتیم بخیر هیچ الله او را اجر روان نمیکنه و نموز که در مصیبت ها میمانه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. چه حدیث قوی و صحیح. این وضوع یعنی اعمال اسلام شما عادی نگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اذا توضأ العبد المسلم وقتی که یک بنده مسلمان موحد که عقیدهش قرآن توحید باشه یا مؤمن میگه مرد باشه زن وضو کنه فغسل وجهه بشوی روی خود را خرج میگه بیرون میشه من وجه ادروی از کل خطیت تماما گناهای نظر الیها بعینیه که نظر کرده به طرف از او به دو چشمای خود مع الماء به امرای آب. همین گناهایی که توسط روی شدنی می چشم اینا حتی دان که غیبت اگر گناه کبیره است توبه کنی یکم گناه عادی باشه در دان که میپرتی همین گناه خب دیگه او ما آخر القطمه یا آخری قطره آب که میرزه کل گناه چی میشه؟ خلاص میشه. سبحان الله چه قالی گناه است نه و همین گناه طرف سعی میکنیم گناه نه تلویزیون هم میبینیم موبایل هم میبینیم مگر شبکه ها هم میبینیم گناه این دمی که وضو کنیم همین بسیار نعمت. باید وضو نماز دائم باشه و زیاد باشه یعنی گناه را ما کجا ببریم گناه را. فاذا غسل یدیه وقتی که دو دستای خود میشوید خرج بیرون میشه من یدیه از دو دستاش کل خطیت تمام گناهی که کان بطشتها که بود این میگرفت او را یدا و دستایش مع الماء با یعنی کدام گناهی که دست کردنی که دست چقدر گناه است او ما آخر قطر الماء با آخرین قطره آب گناهش محو میشه. و فاذا غسل رجليه وقتی که دو پای خودش خرجت بیرون میشه کل خطیه هر گناه مشتها که کت پای انجام داد رفتگیست رجلا و پایش مع الماء به امرای آب یا به امرای آخری قطره آب. مثلا در اجرای گناه رفتی در اجرای چرس رفتی و شراب رفتی گناه یعنی می گناه یا کسی را زدی کت پای باز اگر که از او باز معذرت هم بخوایی حتی یخرج نقیا من الذنوب تا اینکه میگه پاک میشه از گناه پاک میشه. در حدیث که میانی اللهم نقنی من الذنوب کما نقیت الثوب الابیض ای تو من از گناه پاک مثل که لباس سفید پاک میکنی توسط آب باران و برف یعنی که خوب پودر بزنی چرکت نه چقدر سفید همین تو پاک میشه. باز خوب وقتی که گناهش پاک شد با نماز چی میشه؟ میگه نماز برش درجه میشه ثواب بسیار مرتبهش بالا. در دیگه حدیث میاد. خب حتی یک حدیث دیگه هم هست تو او به حساب نماز است خوب به حساب وضو که قدر وضو یعنی وضوی ما را خوب درست و بسم الله بگوییم. خب زیرا در حدیث با پسا میگه که لا وضو من لم یذکر الله یا کسی بسم الله نگه الله را وضو نمیشه. با خب هم تو درست مسواک هم بزنیم و به می عقیده شویم که الله گناه ما را بخشید پاکت محوش کرد. این بالکل آدم احساس میره میکنه که می تو با طریقه حدیث وضو کنه. آیا وضو از خصوصیت های امت است یا که در امت های سابقان بود؟ سوال. در اینجا علما اختلاف کرده. در اینجا پیامبر هم گفت که امت ما میاد در روز قیامت غر محجلین یعنی بسیار روشنی میته. سوال پیدا میشه که وضو شاید از خصوصیت این امت باشه یعنی امت آخری پیامبر دیگه امت ها نباشه وضو
قول اول میست که میگه وضو از خصوصیت های امت، در دیگه امت ها وضو نبوده. خب اگر پاکی بوده به این شکل نبوده. چرا دلیلش چیست؟ میگه حدیث باب است اینمی که بیان شد. وجه استدلال چیست؟ میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم خص الغره، خاص کتمی غره روشنی و تهجیل به هذه الامه، به این امت. ولو کان الوضوء لغیر لثبت له ما ثبت. اگر وضو بر غیرش می بود ثابت میکرد پیامبر با هم آنچه که به این امت ثابت کرد. از این فهمیده میشه. و همچنان در یک روایت دیگه آمده که سه من لیست لحد، خاص این به دیگه کسان نبود. میگه این امیر روشنی خاص است بر دیگه کسان نیست، فقط به شما. این حدیث هم در مسلم است. قول دوم، نظر دوم چی است؟ این است که وضو خصوصیت امت نیست. در دیگه امت هم وضو بوده، اما خصوصیت امت غر و تهجیل است، یعنی روشنی در روز قیامت. دیگه امت ها ایتونه می باشه. و رجح هذا القول حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر که صاحب بلوغ المرام، شارح بخاری، فتح الباری، بسیار عالم محدث کلام، این ترجیح داده که این نمی صحیح. ما میره ترجیح میده. در دیگه امت ها بوده. به خاطر دلایل چیست؟ دلایل اینجا قوی است. حدیث ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث امام بخاری روایت کرده است. حدیث صحیح است، قوی است. میگه فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم هاجر ابراهیم به ساره، هجرت کرد ابراهیم علیه السلام به ساره. ساره رضی الله عنها خانم چی بوده؟ یا علیه السلام خانم ابراهیم علیه السلام. ساره و بیبی هاجر، نه هاجر و ساره که است، شنیدین شما، خانم ابراهیم. و دخل به آخریت، می با خانمش در شهر داخل شد. که داخل شد خو اجرات کرد به خاطر دین الله، وطن ترک کرد. حال شهر به شهر که میری خو شهرها کفار هم زیاد بود. در یک شهر داخل شد، میفی ملک من الملوک، یک پادشاه از پادشاها بود. و جبار من الجبابره، یک پادشاه ظالم از جبابره بود. کافران بود و ظالمان بود. میگه ای که در اونجا وقت تر کرد، خو البته خبر شد که جا کسی آمد مسافری گپا، فارسل الی ان ارسل الی بها. میگه ای پادشاه به ابراهیم روان کرد که می خانم تا پیش ما روان کو. والا علم میخواسته کدام عمل نامشروع یا کدام چیز پرسان کنه. فارسل بها، روان کرد ابراهیم علیه السلام. فقام الیها، میگه خانم استاد شد، پادشاه استاد شد به خانم. باز چی کرد؟ فقامت، و خانم میگه استاد شد تتوضا، وضو کرد و تصلی، نماز خواند. بعد گفت یا الله مرا شر از این نجات بده. الله بازی را شر از این نجات داده. خب پرسان کرده که تو کی هستی، چطور چنان، یعنی سعی کو که وضو کرد نماز خواند. خب و ماندش که اگه اجازه باشه من ذره وضو میکنم نماز میخوام. این در دین ماست. گفت برو نماز بخوام، ما تو گپ میزنیم، حالا از پیشم گریخته نمیتونی. ولی که نماز خواند، وضو کرد، دعا کرد، الله را نجات داد. این امیال مصیبت به ما و شما آمده. نه ما و شما زیاد وضو کنیم، نماز بخوانیم، یا الله این مشکل حل کن، یا الله حل میکنه. خب از اینجا آمده که در امت‌های سابقه چی بوده؟ وضو بوده. و این حدیث هم مانده حدیث بخاری است. دیگه حدیث است که ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کان رجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج یصلی فجاءت امه فدعته فابى ان یجیبها. الحدیث این دراز حدیث. یک مردی در بنی اسرائیل بود. این حدیث هم رواه البخاری، امام بخاری نقل کرده. در بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب و قوم یهودی نا سابقه. یقال له جریج، نامش جریج بوده. جریج یصلی که نماز میخوان یک روز. فجاءت امه، مادرش میگه آمد، فدعته صدایش کرد، ای بچه اینجا یک کار دارم. فابى یجیبها، انکار کرد قبول کنه. و این در نماز نفل بود. میگه مادرش بددعایش کرد، او فلانی که جواب نداد، بددعا کرد. گفت یا الله پیش از اینکه یا امی بچه ما بمره، این یک بدنامش بکن، یا یک فتنه مبتلاش کو. یک بدنام یعنی بدنامی که به عفت و به عزت شد. خلاصه یادم دیگه یک چند روز تیر نشده بود، یا صبح دیگه صبح چی کرد؟ یک خانم پیدا شد و این بسیار آدم نیک بود. یک اتاق دور از قریه جور کرده. این در بغل کو اینجا مردم مفسد بود، تو کتونا نمیشد، گپ شام قبول نمیکردن. در عبادت بود. یک زن آمد در اتاقش داخل شد. این زن بدکاره بوده و زناکار بوده. آمد گفت ای شیخ که من می عمل زنا را انجام بده، بسیار حوصله ما خلاص شده. او گفت الله تو را تبا کنه، گم شو از اینجا. ما شما کجا گریخته، مال اینجا اومدی؟ گفت نه که نکنی نمیشه. خلاصه ایرج کشید به زور برای گفت که رفت. چوپان پیدا شد. در این بغلای که چوپانا زیاد می باشه. ایام دید که امی کارا میکنه، یه عمل زنا را انجام داد. کتیش از او تقاضا که انجام داد. این زن حامله میشه.
حامله میشه و بعد از حمل او مردم میخیزه که را میکشیم. خب مردم هم مسلمان بوده دیگه، میزنیم میکشیم و سنگسارش میکنیم. چطور زنا کرده؟ بالاخره کی با امرای توی کار او به دروغ میگه که ما کسی به زوری کار کرده. کی کرده کار؟ میگه این اینجوریه که اینجا عبادت میکنه، شما را فریب داده اون اونجا شش تا کارا را میکنه. اوه برین سرازی میرن خانه ازیره چپا میکنن، خانهش از امی چی بوده خشت خام می چیزا خودش هم میزنن و شروع میکنن زدن. چند تا میگه صبر کنین نزنین که ما کار براتون گپ میزنم. میگه بگو. بازی میگه که ما این کار نکردیم. میگه دلیل چیز که نکردی؟ خب مردم هم دیگه شاید احمق بوده به حال دلیل ازی چی است که کار کردنه؟ باز میگه صبر کو که حالی مردم هم جاهل دیگه بعضی مغرضین هم میباشه. میگه ما یک شاهد دارم. شاهد چیست؟ فتوضأ وضو کرد اینا سیکو و صلی نماز خوان سیکو وضو نماز به خاطر نجات از این مشکل چی بکنی؟ باید وضو نماز. ثم اتى الغلام باز پیش کی آمد؟ غلام این بچه که داغوش ازی نو پیدا شد آمد. فقال گفت من ابوکا. گفت باش من از سوال میکنم پدرت کیست؟ او گفت کی گپ میزنه؟ گفت شما گوش کنید. من ابوکا پدر تو کی است بچه جان؟ قال گفت الراعی اینی چوپانم کتشان آمد. گفت این میرایی چوپان اینجا. او مردم دیدن که خب معجزه شد دیگه. یک طفل در یک روزگی 2 روزگی یا 5 روزگی چطور گپ میزنه که میگن چند طفل گپ زده؟ سیکو که الله ایره تو کرامت داده بود. بعد از اون مردم سر چوپان ریختن و بزن چوپانه و مچم چی کارش کردن و ایره گفتن که ما امی جای عبادت تو را، معبد تو را، اتاق تو را طلا می سازیم. ما را ببخش برین طلا نسازین، ما را به می حالتون بانین. مچم با پسان چی کار کردن دیگه؟ در حدیث نامده که طلا ساختن و چی کار کردن. ولی هدف است که فتوضا وضو کرد. و دیگه پیامش در این حدیث چی بود؟ که هر مشکل به ما و شما میرسه چی کنیم؟ عجل. ولی حال اینکه افغانای ما و شما عادتش همیست که مصیبت رسید نه پدرش مرد مادرش یک مشکل دیگه قراج گرخون ششتگیست نه. وقت نماز که میشه بریم نماز بخوان چواش که حسابم خراب است نه نماز است نه وضو است نه عبادت است. اینجاست که الله دیگه مصیبت از را چی میکنه؟ زیاد میکنه. ولی قولی صلی الله علیه وسلم و دیگه ای که قول پیامبر صلی الله علیه و هذا وضوی و وضو الانبیاء قبلی. میگه وضو کرد گفتی وضوی ما وضوی انبیاء سابق است. این ابن ماجه روایت کرده ولی حدیث ضعیف است. خب اگر کدام قول راجح است؟ یکی گفت که وضو د امتای سابقه نبوده، دیگه گفت بوده. کدامش راجح است؟ شما فهمیدین که راجح می دلیل است دیگه، او دلیل نداره. و هذا القول هو الراجح. این می قول راجح است که اون دیگه امتام بوده. خیبه امت خصوصیت از امت چیست؟ میگه نما خصت به هذا المت الغره و التهجیل. همین روشنی که است این خاص شده، خود وضو نه. یعنی وضو در دیگه امتام بوده اما در روز قیامت روی از یا روشن می باشه از این امت. به خاطر که امت بسیار تکلیفا را برداشت میکنن. این امت کار انبیا را پیش میبرند. یعنی هر این امت نکنتم خیر امت اخرجت للناس، شما برای کل انسانیت بیرون شدید و الله امت برتری داده. ما حکم اطالت الغره و تهجیل مجاوزت المحل مفروف؟ یک سوال است که چیست حکم دراز کردن امی غره یعنی امی روشنی که از محل فرض؟ مثلا محل فرض تارون، آیا از این که ما وضو این تا اینجا بشویم چطور؟ از این حدیث خود ظاهرش فهمیده میشه که هر کسی که میخواد روشنی خود زیاد کنه دیگه هم زیاد کنه. یعنی تا اینجا اگه بشویم تا اینجا، تا اینجا بشویم این پای خود اگه تا ساق بشویم دیگه روشنی بالا میشه. چی کار است؟ می حکم چیست؟ آیا جایز است یا نه؟ از این حدیث میگه علما اختلاف کرده. دو قول. قول اولی است که مستحب است، یعنی همین کار که ما غیر از تارون دیگه هم بالا بشویم مستحب. و این مذهب امام شافعی ها حنفی ها مذهب امام ابو حنیفه رحمه. روایت مشهور از احمد همین است که دیگه چی کنی؟ زیاد بکنی، یعنی هر قدر که زیاد بشوی بالا را همون قدر روشنی زیاد میشه. دلیلش چیست؟ می حدیث باب است. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته، کسی که میخواد زیاد بکنه امیر روشنی خدا همین کارا بکنه، یعنی دست روشنی میته آثار وضو روشنی میته زیادش کنه. و دیگه که ولی فعل ابی هریره کما ثبت، از ابو هریره زلام ثابت است که همین کارا میکرد، یعنی دست خدا بعضی وقت تا اینجا میشه، پای خودم تا بالا میشه. ولی فعل ابن عمر و دیگه فعل عبدالله ابن عمر ثابت است
که فقط کان یغسل العضدین و ساقین بود که عبدالله بن عمر میشست عضدین یعنی بازواره و ساقین یعنی غیر بجلک بالا را ساقین می یارم میشست. رواه ابو عبید بسنا ابو عبید با اسناد صحیح مثل حافظ ابن حجر می. یعنی دو صحابی ثابت و این حدیث. قول دوم میگه ان ذلك لا یشرع هیچ مشروع نیست جایز نیست میگه اون مستحب خوبه. این مذهب مالک و احمد در یک روایت و اختار شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم و سعدی یعنی علمای دیگه یا این انتخاب کردن که نه زیادش صحیح نیست. چرا میگه مجاوزت محل فرض یعنی از محلی که فرض از تیر شدن به دعوا از که عبادت است یک دعوا محتاج به دلیل است و حدیث باب که است میگه دلالت به این نمیکنه و این دلالت به نور اعضای وضو در روز قیامت یعنی در روز قیامت نور اعضا دلالت میکنه دلالت به این نمیکنه که زیاد بشوی. دو میکنه الکل واصفین الوضو هر کسی که صفت کرده وضوی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لم یذکروا زیاد نکردن الا انه یغسل وجه مگر امیره گفتن که پیامبر روی شش دستار شش تا مرفقین پایار تا کعبین یعنی نگفتن که پیامبر بالا را ششتنی کسایی که وضوی پیامبر نقل کنه واقعا دو آمده که پیامبر تا ساق شش تا کجاش کلش میگه که تا رنج شش و ما کان لیترک الفاضل فی کل مره من وضو میگه تو نبوده که پیامبر همیشه چیزی که ثواب داره هر مرتبه او را ترک کرده باشه. اگه این ثواب می بود چرا خود پیامبر صلی الله عمل نکرد؟ پس شیخ سعدی میگه که رحم الله صحیح است که نولا صاحب مستحب نیست مجاوزت تیر شدن محل فرض در طهارت آب و این الله تعالی را می ذکر کرده در وضو تا مرفقین کعبین کسایی که صفت کردن وضوی پیامبر و عثمان علی و غیره یاد نکرده گستن اینا که پیامبر صلی الله علیه کرده باشه و نه ترغیب داده. دیگه زیادت معدی میشه که غیر مامور بی شود مثل بازو پس این میگه از اعضای وضو نیست. غره روشنی کرد ممکن نیست دراز کردنش زیرا این مختص بر روی خب اگه میگه روی یک دلیل عقلی هم میگن میگی خب روی چطور دراز کنیم یکش روی وقتی که این روی در سر داخل باشه این خب غره شما میده نمیشه و اذا دخلت فی الراس یعنی خب روشنی نمیشه. پس این قول اگر که صاحب کتاب میگه راجع است ولی من فکر میکنم دیگه کسی او کارشم میکنه و این کارم میکنه اگه کسی او دلایل دید و با او عمل کرد بازو را ما نماشو گفته نمیتونیم اما کسی که گفت نه ایتوس او را هم گپ زده نمیتونیم. خب اینال جواب از اینا دلایل قول اول خیلی چی میگه پیامبر که گفت ان امتی اتون یوم القیامه غر محجلین این چی میگی؟ میگه هرچی قولی فمن استطاع کس توانایی داره ایوتیله که زیاد کنه میگه فهی مدرجه من کلام ابی میگه داخل شده از کلام ابو هریره میگه گپ پیامبر نیست این خود ابو هریره گفت لا من کلام النبی صلی الله علیه و پیامبر نگفته که ما رجح ذلك ابن حجر اگه این گپ باشه باز گپ یا قوی است. میگه ابن حجر ترجیح داده و ابن قیم که همین که پیامبر میگه کسی که میخواد زیاد کنه نور خود زیاد کنه این گپ کی بوده ابو هریره گپ پیامبر نه گپ خود داخل کرده در حدیث این گپ که باشه باز گپ خودش دلیل شده نمیتونه. هرچی فعل ابو هریره که خودش کار کرده ابن قیم میگه که ثابت نیست از پیامبر که تجاوز کرد تیر شده باشه از خودش ثابت نیست از اونجا و کعبین عزیز یاد بالا را نشسته لیکن ابو هریره میگه کان یفعل ذلک کار میکرد و یتول حدیث اتا میگه خودش تفسیر میکرد امی حدیث اطاله الغره یعنی که کسی میخواد زیاد بکنه روشنی خود این خودش تفسیر کرد معنا کرده این به نظر خودش امی معنا بوده اما در حقیقت نبود. اما حدیث ابو هریره در صفت وضوی پیامبر که انه غسل یدیه یک حدیث میاد داخلش حتی اشرا فی الارضین میگه تا که شروع کرد در بازوها و رجلی پاها حتی تو شروع کرد در ساقین این می دلالت میکنه به ادخال مرفقین و کعبین یعنی که مرفقین کعبین در وضو داخل است این دلالت نمیکنه که دراز شود. خب دیگه اینا گفتن که جوابش همین قسم یاد دادن. گفتیم که اگه کسی دلایل برش چی شود کار ما نمیتونیم بگویم هر کس ترجیح میتونه و دلایل دیگه هم تحقیق کنه و کنه میفهمه.